دکتر عبدالحمید در مورد السمیع، الله شنواست، شاید گفته بشه انسان ها هم شنوان، الله هم شنواست و این هم تشبیه. در این باره نظر شما میشه؟ به نام الله که بسیار مهربان است و بسیار مهرورز. خدمت شما اساتید گرامی و همچنین بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی کلمه عرض سلام و ادب دارم. السلام و رحمت الله. سوالی که فرمودی حقیقتا جای خود دارد که در برابر آن یک توقف کنیم و در آن بیندیشیم و بفهمیم. اسم سمیع یعنی مخصوصا این که فرمودی سمیع مثلا برای انسان هم بکار رفته، برای غیر خدا بکار رفته. الله تبارک و تعالی خودش را به اسم سمیع نامگذاری نموده در 46 جای قرآن، یعنی در 46 بار در قرآن اسم سمیع بکار رفته و این بیانگر اهمیت این اسم است در واقع. بله. و اما این که شما فرمودی مثلا در قرآن داریم فهل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، بعدا میفرماید فجعلناه سمیعا بصیرا. پس انسان هم سمیع است هم بصیر است، یعنی الله اسم سمیع و اسم بصیر را به انسان نسبت داده. این سمیع بصیر سوره در خاص به صفات انسان هست. بله. فجعلناه سمیعا بصیرا. سمیعا بصیرا. بله. این سمیع و بصیر برای انسان است. پس یعنی انسان سمیع هست، اما سمیع بودن انسان با سمیع بودن الله فقط در اسم اشتراک دارند، بس فقط در اسم، وگرنه حقیقت سماع و حقیقت صفت سمع برای پروردگار دیگه بدون محدودیت و بدون شرایط زمانی و مکانی و موانع و دوری و نزدیکی، یعنی هر چی باشه الله تبارک و تعالی صدای آن را میشنود. اما این مطلب پس مهم این است که ما باید این قضیه را بدونیم که لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر. هیچی مثل اون نیست. درست است اشتراک لفظی در مسئله علیم، غلام علیم در قرآن اومده. علیم اسم پروردگار است و صفت اسماعیل هم هست، و حلیم هم اومده اسم پروردگار است و صفت مثلا انسان هم هست. رحیم اسم پروردگار است، صفت رسول الله هم هست صلی الله علیه و سلم. پس در نتیجه اشتراک در این اسما دلیل بر اشتراک در حقیقتش نیست. این نکته بسیار مطلب را روشن می کند. در نتیجه اگر پروردگار مثلا دست دارد، اشتراک در دست با مخلوق هیچ تفاوتی ندارد، مثل اشتراک در سمع و بصر است، مثل اشتراک در بقیه چیز است. وقتی که ما اینها را پذیرفتیم که انسان سمیع است و خدا سمیع است، انسان بصیر است و خدا بصیر است، انسان علیم است و خدا علیم است، انسان حلیم است و خدا حلیم است، انسان رحیم است و خدا رحیم است، پس میپذیریم انسان دست دارد و خدا دست دارد. اما چگونه؟ همین میخواستم بگم. این که ببینید تجسیم کفر هست. بیقین کسی که الله را تجسیم بکنه و عضو را برای الله معتقد بشه، مثل اعضای مخلوق، مثل اعضای مخلوق تجسیم هست و کفر، از اسلام خارج میشه. این مشبهه، اینا مشبهه و مجسمه مشبهه هستند. اینا که اینا از شیعیان بودن، در متقدمین شیعه، در بین فلاسفه‌ای که منتسب به اهل سنت بودن هم همچین گروه‌های وجود داشته. نه داشتیم. مشبهه فقط مشبهه جزء شیعه بودن. بله. و مجسمه وجود داشته. و به حال سوالی که مطرح میشه، شما وقتی صفت دست را برای الله ثابت میکنید، یک عضو را برای الله ثابت کردید و شما هم شدید مجسمه. نه استغفر الله. چون من میگم اشتراک در لفظ است، فقط اشتراک در لفظ، ولی ید پروردگار من نمیدونم دست پروردگار چگونه است. اشتراک لفظی است فقط، نه اینکه اشتراک در حقیقت و در محتوا و در چگونگی. هنگامی که از امام مالک سوال میکنند چگونه پروردگار بر عرش قرار گرفته است، میفرماید بر عرش قرار گرفتن این چیز واضح است، معلوم است، چون خدا فرموده در 7 آیه قرآن. اما کیفیت مجهول است و ایمان به آن واجب است و سوال در مورد آن بدعت است. یک موردی مثال ذکر کنم خیلی جالب بود، یادم اومد. حدیثی هست که
رسول خدا صلی الله علیه و سلم در مورد این که پروردگار میخندد فرمود پروردگار میخندد برای دو نفری که یکدیگر را میکشند، یکی او را میکشد و اون یکی دیگرم بعدا کشته میشود و هر دو وارد بهشت میشوند. میفرماید پروردگار میخندد. اون صحابی گفت آیا پروردگار میخندد؟ گفت بله. گفت واقعا دیگه ما از پروردگاری که میخندد لن نعدم الخیر، یعنی ما از خیر بی بهره نخواهیم بود. نگاه کن موقف صحابه در مورد قضیه چیست. سوال نمیکنه آیا واقعا میخنده، هدفش این است که ببینه آیا میخنده، تمام دیگه چگونه میخنده اصلا سوال نمیکنه. سوال میکنه چی؟ فقط اگر خدایی داشته باشیم که بخنده بر روی بنده اش، واقعا ما از خیر بهره مند هستیم. این که مثلا میگه دو نفر دارن با هم قتال میکنند، یک مسلمان یک کافر مسلمانی را میکشد، شهید میشه میره بهشت. بعدا همین کافر خدا هدایتش میدهد و مسلمان میشود و با کفار جنگ میکنه، اونم میکشند و اونم وارد بهشت میشود. شاید حال در طول تاریخ و امروزه بعضی وجود دارند که این نظر شما را قبول ندارن، تعویل و توجیه میکنن، میگن ید به معنای قدرت و حکمت هست و حالا عرش و غیره و در واقع تعویلش میکنه، تعویل میشه. معنی این دیگه چیزی بوده که بسیاری از علمای اشاعره و امام ابو الحسن اشعری در مرحله بعد دوم حیاتش، مرحله اولش که معتزلی بود، بعدا اعتزال را مانند یک لباس را گفت این لباس را چگونه از تنم بیرون میآورم، آنچنان دیگه معتزلی را عقیده اعتزال را کنار گذاشتم. خب استاد درشابی می‌بینیم. باز من از کردم حداقل یک چیزی بگویم که تأثیر اسم سمیع برای ما چی هست. مختصر یعنی در خیلی خوب من سریع یک تذکری میدهم که 46 بار در قرآن اسم سمیع اومده، در این 46 بار 32 بار با اسم علیم اومده. یعنی در عین این که پروردگار اسمها را، اصوات و صداها را میشنود، علمم دارد به آن. یعنی اینجوری نیست فقط بشنود اما علم نداشته باشد به اونجا چه اتفاقی میافتد و چه اتفاقی نمیافتد. یعنی یک صفت کمال دیگر به آن افزوده نموده. این یکی. و در 11 بار فرموده سمیع بصیر، یعنی در عین این که میشنود میبیند، در عین این که میشنود میبیند و میداند. الله اکبر. بعدا 2 بارم فرموده سمیع الدعا، یعنی الله دعاها را تمام دعاها. الدعا اسم یعنی الف لامش برای استغراق است، برای جنس است، برای استغراق است، یعنی کل دعاها را میشنود. و یک بارم فرموده سمیع قریب، یعنی در عین این که میشنود، علم به آن دارد، آن را میبیند و آن را نزدیک هم هست. ولی نزدیک بودنش یعنی چی؟ الله به ذاتش روی عرش قرار گرفته اما علمش به همه جا میرسد و به همه جا هست. متشکرم.